اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز چهارشنبه. معاون سیاسی ریاست الوزراء محترم مولوی عبدالکبیر با برخی از اعضای اتحادیه موترهای باربری در قصر سپیدار دیدار نمود. مولوی عبدالکبیر علاوه از خوش آمدید گویی بیان نمود. امارت اسلامی برای حل مشکلات تمام اصناف متعهد است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید کار فاز اول کانال قشتیپه 42% به پیش رفته است و کار آن به سرعت ادامه دارد. الحاج ملا هدایت الله بدری وزیر مالیه بر اساس حکم از مقامات وزارت مالیه و تمام واحدهای دومی تقاضای جدی نموده است که از تولیدات و محصولات داخلی برای تقویت تولید داخلی و تقویت صنعت کشور استفاده نمایند. اداره ملی تعلیمات تکنیکی و مسلکی میگوید بیش از 10,000 نسخه از کتاب‌های تازه چاپ شده برای مراکز تعلیمات تکنیکی و مسلکی به ولایت قندهار رسیده است. سخنگوی قماندانی امنیتی کابل میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به مراتب نسبت به هر زمان دیگر منظم و قوی‌تر شده‌اند که سطح جرایم جنایی در شهر کابل کاهش یافته است. شیخ محمد قاسم خالد والی کابل با علمای دینی و مسئولین امر بالمعروف ولسوالی چهارآسیاب ملاقات نمود. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید دوای تاریخ تیر و بی‌کیفیت در ولسوالی هراود ولایت ارزگان جمع‌آوری شد. از سوی هلال احمر افغانی به خانواده‌هایی که اعضای خانواده‌شان را در اثر آتش سوزی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس شهید و زخمی شده بودند کمک مواد غذایی و غیر غذایی توزیع گردید. ریاست احصایه و معلومات ولایت غزنی میگوید از آغاز سال تا اکنون توانسته 21,847,200 افغانی عواید را جمع‌آوری نماید که بیشترین آن از توزیع تذکره الکترونیکی میباشد. از سوی شاروالی کابل کار ساخت و نصب جدول چهارراهی صدارت تکمیل گردیده است. یک هیئت محکمه استئناف ولایت پکتیکا از 3 محکمه ابتدایی آن ولایت دیدن نمود.